بچه‌ها چطورید؟ خوش اومدید به ولاگ سفر من. بعد از مدت‌ها بالاخره سوگل داره میره مسافرت. خیلی خوشحالم با ایشون داریم میریم. الو دیگه ما وسیله‌هامون رو جمع کردیم، الان داریم از مشهد خدافظی میکنیم. شب اینا بالیا خانم سعدیا قراره بهترین سفر زندگیم باشه، به خاطر اینکه داریم میریم شمال وسط کوه و کمر. بچه‌ها نظرتون راجع به این سفر قراره چجوری باشه؟ به نظر من این سفر قراره خیلی بیشتر از همین سفرمون بهمون خوش بگذره. با آدم‌های پایه‌ای داریم میریم و خودمونم پیشرفت کردیم در زندگیمون. و شمال دیگه، شمال همه خوش می‌گذره. بچه‌ها من الان موجودی کارتم 300 تومنه، ولی ان شاءالله که خدا بزرگه دیگه. گفت فردا خدا بزرگ میشه. هیچی نمیخوام بگم، فقط بریم منتظریم. نمیان دنبالمون، نمیدونم چرا هنوز نیومدن. خوشگلیم خدا حفظتون. بچه‌ها قبل از دیدن این ویدیوتون نره کامنت، لایک، ساب، زنگوله همه رو بزنید. زنگوله رو اینجوری کنید. ببین دیگه ما همراه باشید دیگه، ببینیم مسیر جاده قرار چجوری پیش بره و دیگه تا میرسیم اونجا ببینیم چی میشه. من واسیلو یه مانه ما رفتیم. توراهی زندگی واقعا توراهی. آره تو فرنگاش آب داره ولی توقف مسیر خیلی سرده. من نمیدونم کجاییم، نمیدونم کجاییم بچه، ولی نزدیکیم. نه اونقدر نزدیک نیستیم. سلام بچه‌ها، ساعت چند؟ ساعت نزدیک 11. ما خیلی زودتر از چیزی که ساعت 10:51 نزدیک 11 دیگه باید رسیدیم و بعد تا ساعت 2 منتظر باشیم تا بهمون کلاه رو تحویل بدن. و الان من که دارم میمیرم. بقیه ولی زنیم وای بچه‌ها خفت اینا رو ندیدی؟ این الان تو بنشی همه چی عالیه، خیلی عالیه. وای اصلا روح بگیر. بدبخت تو منو به چی فروختی؟ بگیر سگ خوشی. خدا نه از این ویدیو بیا پایین. وای حاجی احساس میکنم دارم میمیرم. بهشتم خیلی خوشگله واقعا. یخ میزنی بس من تیشرت دارم بازم عالیه. احساس کنم مثلا فقط احساس کنم که لباسم خیسه. آره منم نه این دستشویی خیلی راش طولانیه. آره گفتم بهت. بالاخره اومدیم کلا رو تحمیل گرفتیم. خیلی خستم بچه‌ها ولی بیرون ارزش داشت. بچه‌ها
این اینجوری میره بالا. این یه خوابشه که تازه بچه اینجا کلی، یعنی واسه اندازه که میان اینجا صدا هم گرفتن تا حرف بزنم. لوازمات شخصی میذارم. لوازماتو بگو. من که همین پایین میخوام. نظر راجع به کلبه چیه؟ 20 عالیه. گرم شدیم بالاخره. میای بالا. یه میز شطرنج داره و یه آینه. تنها تغذیه که در طول سفر داشتم. بچه ها دارن لطف میکنن، دارن آشپزی میکنن. تو این ولاگ تنها کسایی که زحمت کشیدن سوگل است. بیام نزدیکتر. بچه ها همه دلخور. چقدر به هم ریخته است. چی؟ من که نسبت بگم واقعا به وانیا خانوم داره چی کار میکنه این بازی کنو. وای بچه دستیم قرمز اینجا نشون بده دست ماکارونی داریم. وای ماکارونی. مامان وانیا عاشقتم. یخچالمون بچه وای کره وای سوگل اینجا بچه سنه کی بلده تو کی بلده چرا موزیک سلام از ولاگ یوتیوب. خیلی خوشگله. اصلا دوست ندارم خودم تو ویدیو باشم. ترجیح دارم شما از مناظر فقط لذت ببرید. اومدیم خرید کنیم برای وای بچه تخمی سس رنج برای کلبه، برای که داریم میگیم دیگه آذوقه داشته باشیم. آذوقه همون تموم شد. وانیا تا اینجا سفر چطور بوده؟ اصلا که من وانیا نیستم. صد اومدیم کلبه بعدی. اینجا بچه ها کلبه دومی هست که اومدیم. تراسشه اینجوری در میخوره. بالا هم بهتون نشون میدم. بریم بالا رو بهتون نشون بدم که بالا اصل کلبه است. اصلا پشماتون میریزه. اینجا یه دستشویی داره. اینجا یه دونه آینه هست.
واقعا هر کی ویدیو رو ببینه میفهمه شما رو جنسی. نمیدونم ساعت چنده، فقط داریم شام میخوریم. جوج زدیم با بچه ها، جوج داریم جمع میکنیم که دیگه بریم. وای باز اینجا باید خداحافظی کنم. چرا برام عالیه، خیلی الان خوشحالم با دیدن این صبحونه و این فضا. خیلی خوشمزه است. دیگه داره تموم میشه. دیگه تموم. وای عسله رو نگاه با من. هاش. من امروز کلاس دلم دارم. نمیخواد برگردم اصلا. وای بچه غمگینم. خیلی ناراحتم. ببین بهترین سفر بود برای تراپی کردن، برای باز شدن مغزم و با جنگل و طبیعت بیشتر اوخ گرفتم. این نزدیک شدم بهش. از جنوب بهتر نیست خداییش. انقدر نگین جنوب. دلم خیلی جنوب میخواست، نمیدونم چرا. بیشتر دلم دریا و گرما و آفتاب. ولی اینجا یه چیز دیگه است. وای بچه‌ها چنلمو سابز لایک کامنت دهنمون توی سفر سرویس که نشد. خیلی خوش گذشت. بهترین سفری بود که میتونستم تو این حالم بیام. آره من حالم خیلی حالا قطع دیدیم ساری و دنبال آبیرو فروشی یه چیزی بزنیم. اومدیم شیرموز بزنیم. نمیدونم چه کجاست ولی اصلا هم داره. بای بچه ها شیرموز بزن جارسی. شیرموز وانیا. خب بچه ها رسیدیم. دقیقا جای میلکین هست. وارد شم شدیم ماسه. دریا دریا دریا. نخند. قایق و جتسکی موندیم کدومو بریم. من میگم بریم قایق هممون با هم باشیم. بچه ها میگن نه بریم جتسکی. کدومو میریم؟ جتسکی. سلام بچه ها منظره رو ببینیم. میکروفون از چی به عنوان میکروفون برده وایسا بیا شمال صورت دریه دریای ساری هستش. دریای ساری هستش. ما اومدیم اینجا. او مای گاد وانیا لحجه گرفته است. بچه شما همین ادامه بده. بودو وای وای توی حالت غیر عادی رفتم خرید کردم. تازه فهم حاجی من 400 تومن این پلاستیک 400 تومن میگه توی جاده خیلی تر. یعنی چندین بار مسیر رو اشتباه رفتیم. چندین بار مسیر رو اشتباه رفتیم ولی هنوز زنده ایم. الان پس دستشویی اومدیم کلوچه و اینا گرفتیم برای سوغاتی.